گایز برای آقا امروز بالاخره اومدم به کل کلافلره که شاتای خفن میزنن و یا بعضی همش میگن آره تو رفتی توی اسپکت دیگه یا چیتری. بچه‌ها این ویدیو رو اول از همتون خواهش میکنم این ویدیو رو انقدر لایک کنید که برسه به اونایی که میگن مثلا تو رفتی تو اسپکت یکی دیگه. بچه‌ها نگاه کنید، مثلا یکی 2 دقیقه پیش مثلا اومده تو کامنت من گذاشته بود ریپلای بعد مچ میگه نه منظورم اینه که رفتی توی اسپکت یکی دیگه خود بعد میگه بازی خودت. نگاه کنید اینو میزنید میرید این پایین ماینا اینجاها میشه فکر کنم یک گزینه یا باید اینجا آن میکردید یا اونور اینور باید آن میکردید. اگه خواستید بگید آموزش رو براتون بذارم. یک گزینه یا باید آن میکردید که وقتی آن کردید میرید مچ خودتون رو پلی میدید. وقتی که رفتید مچ خودتون رو پلی بدید این چیزی که کار کردید از مچتون فیلم میگیره. بچه‌ها دقت کنید از مچتون فیلم میگیره. نگاه کنید مثلا من این بازی که داشتم از مچم فیلم گرفته و بچه‌ها دیگه بهتون بگم دیگه مشکل کل کلافریلر رو حل کردم دیگه. انقدر بهم نگید ریپلای بعد مچ بذارید یه بیاره یه مدرکم بهتون نشون بدم که دیگه از باورتون میشه. اگه بیاره عالی میشه. به خاطر نتی که ندارم میخاطر که نتی که ندارم نمیاره به خاطر همینه. بچه پس نتیجه بگیم دیگه نگید هی رفتی یا اسپکت یا چیتر بازی در بازی. بای.